سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا 640 وسیله جنگی را به وزارت دفاع ملی افغانستان سپرد. وزارت دفاع ملی میگوید 403 موتر هاموی، 43 رنجر، 23 آمبولانس و 170 موتورسیکل شامل این وسایط می باشد. مقامات میگویند این وسایط به قل اردوها ارسال خواهد گردید. شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید هدف رهبری این وزارت ارتقای ظرفیت سربازان اردوی ملی می باشد و همچنان این نیروها با تجهیزات جنگی جدید مجهز خواهند شد. تطبیق واکسن کرونا به طور رسمی در افغانستان آغاز شد. برای اولین بار در افغانستان این واکسن به انیسه شهید، یک خبرنگار افغان، تطبیق شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم آغاز تطبیق این واکسن بر توزیع شفاف و عادلانه این واکسن تاکید ورزید. وی همچنان گفته حکومتش در امر مبارزه علیه کرونا خوب و کامیاب بوده و وضعیت را خوب مدیریت کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید حکومت از تمام پروژه‌های ناکامو به خصوص از پروژه‌های آبیاری و زراعتی وی حمایت می‌کند و این حمایت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. ارگ میگوید محمد اشرف غنی در دیدار با سفیر ژاپن در افغانستان از کمک‌های کشورش با افغانستان اظهار امتنان کرده است. یک منبع می‌افزاید که سفیر ژاپن از ادامه کمک‌هایش با افغانستان تاکید کرده است. کار ساخت بند پاژدان در ولایت هرات با سرعت جریان دارد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید پروژه ساخت این بند به 2 شرکت خارجی داده شده است که تا اکنون خوب پیش می رود و در سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. بند پاژدان ظرفیت آبگیری 45 میلیون متر مکعب آب و تولید 2 میگاوات برق را دارد. همچنان با ساخت این بند 13000 هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد و هزینه ساخت این بند 117 میلیون دلار گفته شده است. کار ساخت قطعه 4 فاز اول خط آهن خواف هرات جریان دارد. مقامات گفتند کار ساخت این قطعه به ارزش 58.5 میلیون افغانی با یک شرکت قزاقستانی امضا شده است. اداره خط آهن هرات میگوید کار این پروژه با موفقیت جریان دارد. این پروژه به طول 43 کیلومتر از ولسوالی‌های زندجان، غوریان و انجیل گذشته است. صادرات کشمش سرخ افغانستان به ازبکستان پس از 3 دهه آغاز شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید در اولین محموله میوه خشک 60 تن کشمش سرخ به بازارهای سمرقند صادر شد. تاجران میگویند تقاضای کشمش و میوه خشک افغانستان در آسیای میانه و روسیه زیاد میباشد و تلاش دارند که این صنعت را رشد دهند. اولین فابریکه ظروف پلاستیکی با سرمایه‌گذاری 1 میلیون افغانی در ولایت لغمان فعال شد. وزارت تجارت و صنعت میگوید این فابریکه که با ماشین‌آلات معیاری مجهز شده است، ظروف پلاستیکی گوناگون می‌سازد. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، این فابریکه در 24 ساعت با 50 کیلوگرم مواد خام 12000 ظرف می‌سازد. یک سربندها به ارزش 4 میلیون افغانی در ولسوالی پشتونکوت هرات ساخته شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید با ساخت این بند مشکل آبیاری 600 هکتار زمین در 12 قریه حل شد. بر اساس معلومات این وزارت، این بند 132 متر طول و 4 متر بلندی دارد که با کمک مالی کشور نروژ در قریه علیه کلیه ساخته شد. ژاپن یک پروژه مانپوکی با ارزش بیش از نیم میلیون دلار در شرق افغانستان تطبیق می‌کند. اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان میگوید با تطبیق این پروژه مردم زندگی مسئول خواهند داشت و نسل آینده منطقه نیز صاحب امنیت و ثروت خواهند بود. هزینه این پروژه از کمک‌های بلاعوض کشور ژاپن میباشد. در 3 سال گذشته 167 باغ‌های پسته، سیب، انگور و چهارمغز در ولایت بادغیس ساخته شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید این باغ‌ها در ولسوالی‌های جوند، غرماش و بالامرغاب ساخته شده‌اند که 35 میلیون و 567 هزار افغانی هزینه داشتند. این وزارت میگوید در سال 1400 به ارزش 124 هزار دلار آمریکایی در 750 جریب زمین این ولایت باغ‌های جدید نیز ساخته می‌شود. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.